سلام یه بار دیگه اومدم خدمتتون آرافودی های عزیز برای درست کردن یک غذای بسیار قدیمی که به نام بادمجون کباب یا بادمجون شکمپر که شمالی های عزیز مخصوصا مازندرانی های عزیز میدونن که این غذا در تابستون بسیار مرسوم بوده و امیدوارم هنوزم باشه که هم خیلی خوشمزه است هم راحته. و براتون باید بگم که در قدیم تابستونا انقدر مردم گوشت نمیخوردن به خاطر گرمی هوا، مخصوصا در شمال که پر سبزی و فراوانی گیاه بود. مردم بیشتر تابستون غذای گیاهی میخوردن. خب من 2 بادمجون رو شکمشو خالی کردم. مواظب باشین که ترک نگیره که موقع سرخ کردن اذیتتون کنه. میذارین تو آب نمک. حالا که وقت دارین یه دونه پیاز داریم. پیاز رو من قرمز انتخاب کردم که شیرین تره. یه دونه پیاز رو خورد کردم، بعد 4 حبه سیر رو اونم خورد کردم. و متاسفانه خب ما اینجا انار ترش در دسترس نداریم. انار همیشه وجود داره ولی اناری که ترش باشه یا حداقل رو به ملس باشه من فریزری گیر آوردم. اگه شما پیدا کردین یه دونه انار ملس حداقل بریزین و به اندازه 1 فنجان کوچیک، نصف فنجان کوچیک گردو که اگر تو مناطق گرمسیر زندگی میکنین اونم حذف کنین، چون ما میخوایم یه غذای کاملا خنک استفاده کنیم. اینی هم از مخلوطی از زردچوبه، نمک، فلفل و پودر پاپریکا و یک مقداری هم پودر گشنیز بود که من همه رو مخلوط کردم و به مواد اضافه کردم. حالا میرسه به سبزی های تازه که من این از گلدون خودم تازه کندم و مثل گشنیز، بعد براتون بگم ترخون، ریحون، هر سبزی که گیرتون اومد و معطره اوکیه. خب اینجا مواظب باشین که آب بادمجون رو داخل آب انار رو مواظب باشین که داخل بادمجون نریزین، چون این انار فریزریه و برای سرخ کردن دچار مشکل میشین. با همون پوستایی که از روی بادمجون کندین، گوشتایی که در آوردین، اونا رو حالا بذارین رو بادمجونا، کاورش کنین که با مواد داخلش موقع سرخ کردن بیرون نریزه. و اینکه ما تابع کوچیک حداقل انتخاب میکنیم، چون موقع سرخ کردن باید بگردونیم، این قل میخوره و تمام انارا میریزه بیرون. البته این قسمتی که انار توش ریختیم اینو نمیتونیم سرخ کنیم، حدالامکان دور تا دور رو سرخ کنیم، غیر از اون یه تیکه که بالاخره بخیه و وصله و پینه و اینا شده. خب من میذارم با حرارت تقریبا ملایم این بادمجونا سرخ بشه، چون میخوام هم مغز پخت بشه هم مواد داخلش بپزه. خب حالا موادی که اضافه آوردم که مخصوصا اضافه ترم ریختم که بریزم کنارش تفت بگیره، چون این مواد بسیار خوشمزه است با کته. شما کافی فقط 1 بار اینو آزمایش کنین که ببینید چقدر این خوشمزه میشه، که این موادش یه سس بسیار خوشمزه میشه. اگه انار ندارین میتونین از رب انار غلیظ استفاده کنین و میدونم که ایران همه جا الان انار خوش شده هم دارن که اونم میتونین توش بریزین و با 1 مقدار رب انار رقیقش کنین یا آب انار رقیقش کنین. یه ذره باغچه دارم آقا، منم هی پوز این گلامو میدم، دست از سرتونم بر نمیدارم، چون هی این گلا قشنگتر و خوشگلتر میشن. منم هی میام پوز میدم و به شما میگم آره مثلا منم گلخونه دارم. مثلا به هر حال میریم سر وقت خورشتمون. 1 قاشق هم بهش آب نارنج لطفا اضافه کنین، چون مکمل غذای شمالی واقعا آب نارنجه یا رب نارنج. اینو میزنین، درشو میبندی، حرارت ملایم، این حسابی تمام قسمتاش مغز پخت میشه و نوش جونتون.